سلام بچه ها، میخوام بهتون یاد بدم چجوری ماینکرافت 2 نفره بازی کنید. تو این بخش که اینترنتش رو روشن میکنه و نقطه اتصال و اون یکی شخصا بله میان وای فایش رو روشن میکنن و به این وصل میشن. بعد اونی که نقطه اتصالش رو روشن کرده نه اونی که یکی از اونایی که وای فایش رو روشن کردن وارد یکی مپاشون میشن و بقیه تو این بخش منتظر میمونن تا اینجا یه علامت یک و توی بخش اسم دوستتون میاد و مثلا چند نفر بوده، چند نفر تو بازی هستش. وقتی که اومد میزنید و وارد مپ میشید و مثلا با این مپ دیگه برید یا اینکه مثلا این نشد کسی که نقطه اتصالش رو روشن کرده باید عوض کنید و یکی دیگه زمین رو بسازه. اینجوریه و اگه میخواید دوباره در ماینکرافت چیز می‌بینید منو لایک و سابسکرایب کنید.